سلام دوستان، به کانال لجند مووی خوش اومدید. من محمد هستم و امروزم با یه موضوع جذاب دیگه همراه شما هستیم. بزنیم تو کارش. در طول تاریخ هالیوود دشمنی‌های زیادی بین بازیگرا و ستاره‌های هالیوودی وجود داشته. امروز ما میخوایم راجع به یکی از این دشمنی‌ها که تنش بین بت دیویس و جوان کرافورد که در دهه 60 هالیوودی هست در دو بخش صحبت کنیم. بخش اول، این دو بازیگر زن اسطوره‌ای سینمای کلاسیک که جفتشون ایفاگر تعداد زیادی از بهترین و ماندگارترین نقش‌های تاریخ سینما بودن، در فیلم چه اتفاقی برای بیبی جین افتاد سال 1962 به کارگردانی رابرت آلدریچ با هم بازی شدن. همبازی شدن این دو اسطوره برای همه علاقه‌مندان سینما اتفاق جذابی بود، اما این دو بازیگر هیچ وقت نتونستن رابطه مناسبی با هم داشته باشن. همه دعوا و جدال‌های این دو نفر از همین فیلم چه اتفاقی برای بیبی جین افتاد شروع شد. کارگردان این فیلم آقای رابرت آلدریچ بود که اون زمان در حال ساختن فیلم‌های نسبتاً ضعیف بود و اسپانسرای این فیلم هم شرکت برادران وارنر بود که اون زمان آقای جک وارنر رئیس این شرکت بودش. ایده اصلی ساخت فیلم هم از خانم کرافورد بود. خانم کرافورد داشت از دوران معروفیت خودش فاصله میگرفت و محبوبیتش هم داخل هالیوود هم کمتر شده بود. برای همین یه رمان جذاب و ترسناک پیدا کرد و رفت پیش آقای آلدریچ و ازش درخواست کرد که روی این یه مانوری بده و خلاصه که دست فقیر رو بگیره. از طرف دیگه خانم بت دیویس هم دقیقا مثل خانم کرافورد در حال تماشای پایان دوره درخشش خودش بود و دنبال بازی در فیلم‌های جدید بودش. به همین دلیل وقتی آقای آلدریچ بهش درخواست بازی در این فیلم رو داد قبول کرد. ژانر اصلی این فیلم ترسناک بود و راجع به دشمنی و نفرت بین دو خواهر بودش. حالا بیایید واقع گرایانه علت اصلی دعوای این دو بازیگر رو با هم بررسی کنیم. این دو بازیگر از اول با هم مشکل نداشتن و روز اول فیلم برداری این فیلم هم با هم حرف می زدن و شاد بودن، اما رئیس شرکت برادران وارنر یعنی جک وارنر کارگردان این فیلم یعنی آلدریچ رو مجبور کرد برای اینکه حس نفرت بین شخصیت‌های فیلم واقعی تر باشه و بازی طبیعی‌تر و جدی‌تری داشته باشیم بین این دو بازیگر دعوا بندازه و تا حد ممکن اونا رو نسبت به هم متنفر کنه. عجب. آقای آلدریچ هم قبول کرد و از خدا خواسته بین این دو نفر دشمنی بندازه و عملاً این دو بازیگر تبدیل شدن به عروسک خیمه شب بازی شرکت برادران وارنر و جک وارنر. میشه تشخیص داد که چقدر مردها در هالیوود از زنها برای جلو بردن سینما استفاده می‌کردند. در اون برهه زمانی هالیوود زنها نسبت به مردها نقش بسیار کمرنگتری داشتن و فیلمساز و کارگردان زن حتی از طرف زنهای دیگر هم پذیرفته نمی‌شدند. در مقطعی از ساخت فیلم چه بر سر بیبی جین اومد خانم دیویس و خانم کرافورد به توافق رسیدن که با هم دیگه صلح کنن و در برابر عوضی بازی‌های جک وارنر مقاومت کنن. آقای آلدریچ هم از این توافق باخبر شد و بعد از مشورت با جک وارنر به دو به همزنی خودش اضافه کرد. برای مثال خانم هاپر خبرنگار و بازیگر اون زمان که اون هم به اندازه جک کرافورد از دعوای بین این دوتا بازیگر سود می‌برد مجاب کرد تا از زبون این دو بازیگر توی روزنامه حرفهای دروغ و ضد همدیگه بنویسه و این موضوع دشمنی اصلی این دو بازیگر رو شعله ورتر کرد. دوستان، کرافورد تا مدت‌ها به استعداد دیویس قبطه می‌خورد. همکاری این دو نفر در فیلم چه بر سر بیبی جین اومد میتونست آغازگر دوستی این دو نفر باشه، اما خب استفاده جویی و آزار جک وارنر و نیاز هاپر به پر کردن ستون‌های روزنامه‌اش مانع از این اتفاق شد. بعضی از کارهایی که این دو بازیگر به ضد هم دیگه انجام دادن رو با هم بررسی می‌کنیم. دیویس وقتی حواسش نبود توی صحنه فیلم برداری با لگد به سر کرافورد کوبید و کرافورد هم برای تلافی کردن در صحنه‌ای که دیویس قرار بود اون رو زمین بکشه و داخل لباسش وزنه گذاشت تا نتونه جاش بلند بشه. این دو بازیگر سعی می‌کردن تا حد بیشتری با آقای آلدریچ لاس بزنن و نظر اون رو جلب کنن،
و حتی توی این موضوع هم رقابت داشتن. وقتی نامزد جایزه اسکار اعلام شد اوضاع بدتر شدش. دیویس کاندیدای اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شده بود و کرافورد نامزد هیچ جایزه‌ای نشده بود. بنابراین خانم کرافورد یه حرکتی زد، اومد که آقا به تمام دوست و آشنا و رفیق و ایل و طایفه که داخل آکادمی اسکار داره زنگ زد و اونا رو تحریک کرد تا به بقیه نامزدها رأی بدن. از طرف دیگه به بقیه نامزدهای جایزه اسکار گفته بود در صورتی که توانایی نداشتن تا در مراسم جایزه اسکار حاضر بشن بهش اجازه بدن تا از طرفشون به عنوان نماینده جایزه رو بگیره و به همین خاطر چندین نامزد اسکار برای احترام به خانم کرافورد در مراسم حاضر نشدن تا ایشون جایزه‌شون رو دریافت کنه. در نتیجه وقتی خانم آن بنکرافت برنده جایزه اسکار، کرافورد عمدن از جلوی دیویس رد شد و با حالتی پیروزمندانه از طرف بنکرافت جایزه اسکار رو گرفت و اعصاب بت دیویس رو داغون کرد. از طرف دیگه هم خانم دیویس هیچ جایزه‌ای نبرد. دلیلش هم خیلی مشخصه. خانم کرافورد از نامزدهای اسکار خواست تا جایزه رو به جاشون از آکادمی اسکار بگیره. این بود که دوباره معروف میشد و تمام روزنامه پر میشد از عکساش توی مراسم اسکار و در نهایت این فیلم برخلاف بقیه فیلم‌های آقای آلدریچ یک فیلم جذاب، قوی، پرفروش اما بسیار ظالمانه بود.